با وجود تغییریابی اقلیم از جمله حرارت بلند هوا، سال 2025 در نتیجه زحمت صافدلانه کشاورزان مملکت، سرعت رشد ساحه کشاورزی به 85% رسیده، فراوانی بازار استعمالی تامین کرده شد. این نکته را اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی به مقامات عالی قانونگذار کشور تاکید کرده، علاوه نمودند که سطح حفظ امنیت عضوقواری از 60% سال 2015 تا 85% در سال 2025 زیاد گردید. نتیجه تدبیر اندیشه‌های سودمند و دستور راهنمایی‌های رهبر دولت در این سمت بود که امسال کشاورزان ناحیه شهرستان در میدان 2226 گکتار کشت کارتوشکا گذرانیده نزدیک 60,000 تن حاصل به دست آوردند. این نشان دهنده نسبت به سال سپری شده 14,000 تن بیشتر ارزیابی گردید. الحال در 1500 عدد تخم‌های سهامداران خواجگاه‌های دهقانی، عائلوی و انفرادی ناحیه شهرستان ذخیره کافی کارتوشک تخمی و خوراک موجود بوده در برابر استفاده برای احتیاجات خود در تامین بازار استعمالی مردم تا فرارسی موسم حاصل نوی کارتوشک مساعدت کرده می شود. همزمان ساکنان ناحیه در تخم‌ها و جایهای مخصوص نگهداری ذخیره مواد مختلف خوراک را راه اندازی نموده، همچنین برای زمستانگذرانی چراگاهشان نیز آمادگی جدی دیدند. این سال نیز پیشوای معظم ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود نسبت به ساحه کشاورزی اعتبار جدی داده اظهار نمودند که ساحه کشاورزی روز از روز پیشرفته ایستاده است. ناحیه شهرستان یک از ناحیه‌های اگراری به حساب رفته در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کارتوشک، گندم، ارد، روغن، سبزیجات و میوه‌ها ذخیره نموده ایستادند که این هم باشد پیشروی زیست زندگانی هر یک ساکنی ناحیه شهرستان می باشد. فراوانی بازارهای شهر و ناحیه‌های کشور دسترخوان پرناز و نعمت ساکنان و نهایت تطبیق یکی از هدفهای استراتژی دولت و حکومت تاجیکستان یعنی رسیدن به امنیت عضوقواری مملکت محض با فعالیت پرثمر کشاورزان علاقمندی زیج دارد. از اینجاست که کشاورزان و ساکنان ناحیه شهرستان برابر تامین احتیاجات خود با محصولات کشاورزی همزمان در بازارهای موسمی سریراهی میوه و سبزیجات را به فروش برآورده در برابر دسترسی خریداران نمودن آن بهر بهداشت وضع اقتصادیشان مساعدت می‌نمایند. این بازارهای سریراهی در شهرهای خوجند و شنبه چناق در منطقه شهرستان همه ساله تشکیل کرده می شود. طبق اطلاع مسئولین امسال از میدانهای سیب و نوک، شفتالو و بیهی و دیگر نامگوی آن 2600 تن میوه استحصال کرده شده است. دستور و هدایت‌های پیشوای ملت را عاید به رشد ساحه کشاورزی خواجگیداران ناحیه شهرستان سرمشق کار خود نموده با استفاده از هوای مساعد فصل زمستان عین حال زمین‌های باقی مانده کشاورزی را شدگار و به کشت بهاره آماده کرده ایستادند.